در دور فینالی این مسابقه دسته جوانان با دسته سابقه‌داران ساحه فوتبال به میدان رقابت برآمدند. در آغاز بازی نمایندگان بخش کار با جوانان و ورزش و مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه برآمد نموده ابراز داشتند که هدف از گذراندن این گونه مسابقه ها پیش از همه دریافت چهره های نوی فوتبال و اینچنین تأسیس دادن دسته فوتبال ناحیه به حساب می رود. مسابقه با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. در این بازی دور فینالی بازیگران هر دو دسته کوشش می‌کردند تا به دروازه رقیب گل بزنند. قسمت اول دیدار خیلی پرشدت صورت گرفت ولی تو انجام وقتی قسمت یکم بازی به زدن گل مساوی انجام خاتمه یافت. امروز خیلی که ما و شما شاهد هستیم بازی نهایی فوتبال خرد بین جوانان شهرکی جماعت شهرکی بخش رفته ایستاده است بین دو دسته برای جایهای یکم و دوم. مقصد هدف از برگزاری چنین چهارمین‌ها در آن است که هرچی بیشتر جلب نمودن جوانان با این ساحه یعنی که با ساحه ورزش می باشد و دریافت نمودن چهره‌های نو در نمودهای ورزش می باشد. در قسمت دوم بازی فینالی حمله‌گر دسته سابقه‌داران نظیرشاه رضاموف توانست با نشان دادن مهارت خود حساب بازی را گشاید. پس از گل اول بازی باز هم شوق‌آورتر صورت گرفت. در رفت بازی از جانب بازیگران دسته جوانان در نزد دروازه خود قاعده بازی را ویران کردند و داور مرکزی توپ جریمه‌ای تعیین نمود. ضربه توپ جریمه‌ای را نیز حمله‌گر دسته سابقه‌داران نظیرشاه رضاموف با گل انجام داد. همین طریق حساب بازی 2-0 شد. در قسمت آخری بازی حمله‌گر دسته سابقه‌داران ایدیبک امیدوف توانست گل سوم را وارد دروازه رقیب نماید. با نشان دادن مهارت بازی خود فوتبال بازان دسته سابقه‌داران توانستند دسته رقیب را با حساب 3-0 شکست دهند. در ناحیه بخش بین 18 دسته بین جماعت و دهه ها منم فوتبال ناحیوی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان با راهبری رئیس ناحیه و کمیته کار با جوانان گذشت. مناداری خود را بیان میکنند و محض در همین بازی مقصد جدا نمودن بازیگران جوان به دسته یکچین ناحیه مقصد همین بود. نگفته نماند که دسته ما در بازی فینالی دسته جوانان بخش را مغلوب کرد و ما توانستیم که در این بازی با حساب 3-0 غالب این جام شویم. پس از انجام دور فینالی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه برآمد نمودند و غالبان مسابقه را با تحفه‌های خاطرمان قدرشناسی کردند. در دور فینالی جای دوم را دسته جوانان ناحیه و غالب دور فینالی دسته سابقه‌داران ناحیه دانسته شد. اسکندر دولت، نمازعلی ارگش، ناحیه بخش، اخبار.